اگه دهه 60 هستی حتما این ویدیو رو تا آخر ببین تا بفهمی که چرا دست به طلا میزنیم آجر میشه. دهه 60 جمعیت ایران یهو زیاد شد، تقریبا 2 برابر. کسی هم فکرشو نمیکرد این موج قرار سالها بعد چه مشکلاتی توی بخش زندگی یه نسل ایجاد کنه. وقتی این بچه‌ها رسیدن به سن مدرسه، اولین سیلی رو خوردن. صندلی‌ها کم، کلاس‌ها شلوغ، مدرسه هم 2 شیفته بودن. بعد نوبت دانشگاه رسید. قبولی شده بود شاخ گول شکستن. جلوتر که رفتن، مسیر ازدواج، خونه، ماشین و حتی خرید وسایل ساده هم پر از رقابت شد، چون همیشه تعداد آدما از امکانات بیشتر بود. جالب اینه که بعد از این موج اوضاع برای نسل‌های بعد بهتر شد. بیشتر مدرسه‌ها یه شیفته شدن، دانشگاه پر از ظرفیت خالی و حتی کمبود دانشجو هم وجود داشت و تو مسکن هم عرضه بیشتر از تقاضا شد. ولی حالا که دهه 60 دارن وارد میان سالی میشن، موج بعدی چالش‌ها کم کم نزدیک میشه. شغل پایدار، امنیت مالی، خدمات درمانی و برنامه‌ریزی برای سالمندی همشون هنوز زیر سایه همون جهش جمعیتی قدیمیه. این فقط یه رخداد تاریخی نیست، روایت یه نسله که همیشه مجبور بوده با موجی حرکت کنه که از امکانات عقب‌تر بوده. به نظرتون تو سالهای آینده ترسناکترین چالشی که سر راه این نسل قرار داره چیه؟ تو کامنت ها بنویسید تا بقیه هم بخونن.